عباس عباس بیا اینجی. مگه این دومات خوب بیارم سر این کار که این میار ببرم بفروشم خود بچی نواسه گگ مردی تو بپیر بچی ها برم بفروشم. بله بابا. بیا اینجی یک دیگه. میگم بله بابا. برو با سرا گیلک اینو. سرا گیلک اینا. خب که بگو پیام گفته بیا که میار بدم برای اینا که کم برم بخدا بفروشم. میار میدم دست گیلک. دیگه از اینکه مردم بیگونه بیا پیش ما چه پال کنیم که خود مانه رگ و جون مانه دیگه. راست میگم بابا. یک ثواب یه ماما میرسه. یاره بچه بیکارم هستم توشون. ثوابی هم میرسه صبح توشون رو تا کوچو میگردن دیگه کاری نمیکنن. بخوچی بخ. خب کجی هم بگو یا نه؟ گفت اردو پیاز بچه بگو دیگه. اردو تا. اردو تا. میریم سه چرخ دایم تا کوچه بازار بریم شما پول میدیم. پول ماش چندیم؟ همون روز 200 این ساعت برای اینا میدن دیگه برو. روز 200 نگاه. روز 200 برای اینا بگو بکن برای. خب. تاسی چاق ببر. از اینکه مردم بیگونه بیا پیش من نصف دوزی کن نصف گرگی کنه ببرم میبر کنه خب کاملو که خود منم. من دعوا کنم. کجی؟ بله. چی آخه چی تو روز داشتم بیکاری بیمدار دی برای بیریم مثل پیر خب پیر تا همین بیکار خودم بیکار. چکا کنیم کوکو. فکر کنم در سرای تو ورسک در سرا رو وقت در سرا کینی وخی. خوبه. وخی ورسک در سرا کینی وخی. هی در بزن پشت در خور بکشت. کی بود؟ عباسه. سلام علیکم. سلام. خوبی عباس سلامتی؟ کجا بودی؟ بشی. چه عجب خونی آمدی؟ میاین دیگه. بیکار نیم ما شنو مدت خوب بودن. شکرم خوب سلام میگفتن اشتن شما. اشتن کجی جان اشتن اجازه جان. خوبه دیگه کجی انت بیکار میبودار بخو میگرده پیانه همه زوبت. بیکار دیگه کجا گیلک؟ من چون دیگه والله خودی خو خبردار روستاشون بیکاره دیگه. یا تو بیکارم؟ هر دو تا بیکاره. زن ماما؟ جو. من پیارم برای کردم گفتم برو. گفتم از اینکه بیگونه بگیریم همین دو نفر بیکار هم هستن خود ما هم هستم. یک چیزی لقمه نون اینا هم به خونه میارن. اگر بتونم. اگر به سر کار برم. چی کار هست؟ میتونه این کار بکنه یا نه اشته کاری؟ میتونه اشته نمیتونه ما پیار می یک سنگینی نباشه. نه هیچی سنگین نیست. پیار می یک استخر می استوندم. خب. بخریدم. هنه گفتیم سه چرخ هم داریم تخت هم داریم تلویزیون هم داریم لاسپیکر هم داریم هنه میار بزی دو نفر مندازیم رو تخت و تامی کوچه بازارا بفروشم بخور روز 200 بزین روز 200 هم بزو میدم باشه 6000 تا اینا 12000 راست میگن دیگه خوبه اوی کری بیتره بفاین زر ماما از اینکه تا کوچه اردو تو بیکار بگردن روز 200 بزی میدیم روز 200 هم به گیلک بدیم با خدا مهربان اگه می فروشیم و کلان شو دیکونه گرفتیم با ماشا اینا رو هم بخیر بالا میبریم خوبه تا کوچه بازارا بفروشن هم تو که پیار تو روستاشون بیکار میمونن خب چه کار میکنیم دیگه بریم دیگه سه چرخی هم داریم روستاشون 6 تا رو من نخ میکنه از این بیکاری دیگه بشی دیگه بچه تام دیوونه کردی دیگه خب حالا اینا اجازه میده که کار کنه اگه اشته نمیدیم برو کجی آسی بفهمی کجی جان فقط در دو تا شما سه چرخ با دست شما میدیم الان تام کوچه بازار می بفروشیم بخو خوبه همین کری بیتره پس این خودی خب ببر خب از این کار تیار نیه خودت کمک کنه ببر دیگه کار مرد تیار شو سه چرخ آماده کردیم به پیاری هم میگم سه چرخ آماده کردیم هر دو تا نمگایم یک جا بیایم که بخور کجی تو خدا بخی الا کار کار بخی زدن کنه کار ندارم ماما زما نه دیگه خدا فست اینم خودی خوب ببر پس دیگه خوبه برو کجی برو شاید پیار تو بیا و پیارتم باز میگم خدا رو شکر کرد دقیقاً اینا سرما و آمادن برفتن کار غریبی بدون پیدا شه روز ساشم شیشته هم اکثر میخورم خوب میشم جاکو 100 روپیه می شیر می خال می 100 روپیه جاکو می داریم می شیر می خال می کیلو 100 روپیه شو خوشمزه یا بده برادر را بخره برادر بیا که لیلا و کیلی به سدی شد برادر لیلا و میا خوبیه میا پرمزه خوشمزه بده میرتیه برادر بیایم بخریم کیلو 100 روپیه بیایید می داریم می خال می شیر می بدون داسه می داسه دار کیلو 100 روپیه برادر
بگو فقط امروز دریا گرفتید. امروز گرفتی و دریا. برادر تازه بیای برادر بخل مایی تازه برادر کلیسات بیپیه. کلیسات بیپیه شو. بگو سوزی نمیدن کلیسات بیپیه. آلی سوزی و کچلو کلیسات شلغه و کلیسات بیپیه نمیدن. ما مایی میده. مایی کلیسات بیپیه شد برادر بیای. سکو تو به جلو از این نگو که ما چون خود مردم جنگ نکن مشتری جمع کن. بفهمید گیت جا کن. سبکا برادر دیر رقم میدان شیر می خال می از ایراد تازه برادر مالی آوردیم اینا را دریا گرفتیم. چلچله خوربت نخبت دریا اینا را مال بگرفتیم. درسته چلچله؟ بگو که مردم بفهمن که اینا تازه میای تازیه. اینا را مال برادر گرفتیم از دریا کیلو ساعت بی پس سوزی نمیدن برادر بیایم بخره کلیلامه. ما زده گیرون فروشا شدیم برادر. ما مفت میدیم. تو جا که من تو سچر خواست پیاده ببرم. می داری می. شیر می خال می. شیر می داری خال می داری کلیسات ریپیا برادر بدوی قبل نیلاب شو. تا گوش مگه نکشو برگه کاش. خوبه. می داری برادر می شیر می خال می ویدین داسته داره رو می داری. می داری رکیا کلیسات ریپیا بداری. علاف نمیدم علاف گردانم و من باشه اگه کیلو ساعت دیگه بدم. شلغم مال نمیدن نه شلغم. بابا نه. خوبه بازم 30-40 کیلویی بفروختین چل از صبح. این پر بیدان خیلی شد. برادر اگه نونم داریم بیاره بالا می میده برادر کوشه کنن یک نون خوش کنم کی امر بالا می میده برادر گپ پینیه. بیاین که برادر لیلام شد از ما حراجه. ما زندگیرون فروشای. گوشنگی گردانم و بند بمردم. یک ترمو چای هم بیارم بالا یک می دونی می میده به خاکه. درسته چلچله؟ می داری می. لازم نمیفهمه به تعگوش من نگیر دیگه. نمای غیق نکش. تو که یه نداری کسی برام